ببین، من آدم خرافاتی نبودم. اصلاً. از اینا که میگن جن و این حرفا میگفتم چرت و پرته. تا شبی که رفتم خونه مادر بزرگم تو روستا. خونش قدیمی بود، از اون خشت و گلیا، با سقف چوبی و حیاتی که وسطش یه درخت توت خشکیده داشت. همون اول که وارد شدم، مادر بزرگ گفت شبا تنها نرو تو حیاط، مخصوصاً بعد اذان. خندیدم گفتم مگه چی میشه؟ نگام کرد، یه نگاه سنگین. گفت همه چیو لازم نیست بدونی. شب اول ساعت حدود 2:30 بود که از خواب پریدم. نه از کابوس، از صدای ذکر گفتن. آروم شمرده یا الله، یا رحمان، یا رحیم. خشکم زد. صدا از حیاط می اومد. با خودم گفتم شاید مادر بزرگه بیداره. پا شدم، پرده رو کنار زدم. حیاط خالی بود، اما صدا قطع نشد. بدتر این که صدا انگار از کنار گوشم می اومد، نه از حیاط. یه سرمای عجیبی افتاد به جونم. همون لحظه صدای در زدن اومد. تق، تق، تق. نه محکم، نه آروم. یه جور حساب شده. داد زدم کیه؟ جوابی نیومد. فقط صدا تغییر کرد. شروع کرد قرآن خوندن. قسم میخورم حتی تجویدشم درست بود. در رو باز نکردم. برگشتم سمت تخت. اما دیدم مادر بزرگ نشسته، بیدار و داره تسبیح میچرخوله. گفتم صدا رو شنیدی؟ آروم گفت آره، اومده. گفتم کی؟ گفت اون که سالهاست اینجاست. نفسم بند اومد. پرسیدم جن؟ سرشو تکون داد. مسلمونه، اذیت نمیکنه اگه اذیتش نکنن. گفتم پس چرا اومده سراغ من؟ مادر بزرگ گفت چون ترسیدی، اونا ترس رو میفهمن. همون لحظه چراغ خاموش شد و تو تاریکی یه صدا خیلی واضح گفت نترس، من برای اذیت نیومدم. صدا نه خشن بود نه مهربون، خیلی انسانی. گفتم پس برای چی اومدی؟ گفت نماز قضا داری و این خونه جای ذکره. قسم میخورم اون شب تا صبح نتونستم پلک رو هم بذارم. صبح مادر بزرگ گفت دیشب خوشحال بود، گفت تو گوش دادی. پرسیدم اگه گوش نمیدادم چی؟ لبخند تلخی زد. اون وقت فقط خدا میدونه. از اون شب به بعد دیگه هیچ وقت اذان رو سبک نگرفتم و هنوزم بعضی شبا قبل خواب صدای ذکر میاد. خیلی آروم، انگار یکی داره یادم میندازه تنها نیستم. ساعت هنوز روی 3 قفل شده بود. نه جلو میرفت نه عقب. باتری موبایل 100%. اما صفحه مرده. اذان نیومد. هیچ صدایی نیومد. این سکوت از هر جیغی بدتر بود. آرام گفتم گفتی فقط یادآوری میکنی. پس چرا ساکتی؟ جواب نداد. بلند شدم. برای اولین بار رفتم سمت آینه راهرو. نمیدونم چرا، ولی حس میکردم اگه الان نگاه نکنم دیگه فرصتش نیست. تو آینه خودم نبودم. یعنی بودم، ولی یه نفر دیگه پشت سرم ایستاده بود. قد بلند، سایه وار، نه صورت داشت، نه چشم. فقط صداش اومد. این بار از داخل سرم. وقت انتخاب تموم شد. برگشتم. هیچی نبود. دوباره آینه رو نگاه کردم. این بار من تو آینه تکون نمیخوردم. حتی وقتی پلک زدم. دستم لرزید. آروم گفتم من انتخابمو کردم. صدای نفس عمیقش اومد. دیر. چراغ‌ها روشن شد. ولی نورش سرد بود. بی جون. در خونه باز شد. نه با صدا. خودش. از راهرو صدای پا اومد. نه یکی. چند تا. همه با هم ذکر می گفتند. اما ذکرشون وارونه بود. کلمات آشنا. با معنی که نباید می داشت. زانو زدم. دیگه ترس نبود. فهم بود. گفتم اگه مسلمونی این انصافه؟ همون صدا گفت ما مسلمونیم ولی تو
دیگه مهمون نیستی. احساس کردم چیزی از توی سینم کشیده میشه بیرون. نه درد داشت، خالی بود. آخرین چیزی که شنیدم صدای خودم بود که از پشت سرم گفت نمازت قضا نشه. صبح همسایه ها دیدن در خونه بازه. چراغ‌ها روشن. هیچ اثری از من نیست. فقط روی دیوار اتاق خواب با خطی که شبیه ناخن نبود نوشته شده بود. این یکی موند. و از اون روز به بعد هر کی شب تو اون خونه میخوابه میگه درست ساعت 3 یه نفر خیلی محترمانه صداش میکنه. با صدایی که خیلی شبیه خودشه.